درود و وقت بخیر دوستای خوبم، امیدوارم عالی باشید. رضا رشیدی هستم از پیج طراحی از چهره‌ها. یه فرصتی گیر آوردم که یه سری مطالب رو برای عزیزان و علاقه‌مندان به هنر طراحی خدمتشون عرض کنم. اول یه تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که توی این مدت در فوت مادرم ابراز همدردی کردن، پیام تسلیت دادن. از تک تکتون تشکر میکنم. خیلی پیام ها خیلی زیاد بود. خیلی ما هم سعی کردیم که در اسرع وقت تمام پیام های تسلیت رو به کمک چند ادمین عزیزمون دونه به دونه همه رو پاسخ بدیم. انشالله که همیشه شاد باشید، عزیزانتون سالم و سرحال باشن و هیچ وقت غم نبینید. واقعا سخت این مصیبتی که وارد شد به ما واقعا یک شوک بود و غیر منتظره. البته که حکمت پروردگار رو ما شاکر هستیم. بگذاریم از این موضوع و یه تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که توی این مدت به مجموعه ما پیوستن، پیج ما رو فالو کردید، به دوستانتون معرفی کردید، با پیام ها، کامنت ها، دایرکت، درخواست ها ابراز علاقتون رو به هنر طراحی برای ما ثابت کردید، حمایت کردید از کارام، پیجم، مجموعه. خیلی از عزیزانم ثبت نام کردید در دوره‌های من. این باعث افتخار من و مجموعه ماست که در این مسیر با شما هم قدمیم. همونطور که میدونید من یه مختصر راجع به دوره من طراح به شما بگم. دوره من طراح یه دوره‌ایه که به صورت اصولی و آکادمیک بر اساس تجربیاتی که خودم کسب کردم توی این 35-6 سال گذشته و همچنین درسش رو خوندم و هم در بازار کار هنر و سفارش‌های طراحی چهره هستم. تجربیاتی که کسب کردم رو در طول این دوره به علاقه‌مندان یادگیری این هنر در اختیارشون قرار دادم. عضو 3 کانال میشن هنرجوی من طراح. بخش اول کانال من طراح مقدماتی هست که توی این کانال هنرجو با مبانی هنرهای تجسمی آشنا میشه، روانشناسی خطوط رو یاد میگیره، سوژه یابی رو باش آشنا میشه، ترکیب بندی، کمپوزیسیون، دور و نزدیک، تونالیته ها، روانشناسی خطوط و خیلی موارد دیگه‌ای که در مبحث مبانی هنرهای تجسمی لازم هست یک هنرجوی حرفه‌ای طراح اونا رو یاد بگیره. اینا رو ما بهش پرداختیم و براش 1 سال هم پشتیبانی در نظر گرفتیم، چون من معتقدم که هنرجو واقعا نیاز داره که کنترل بشه رفتار و تمریناتش. در حین آموزش اینا باید بررسی بشه و به بیراهه نره و اون مسیر اصلی و مهمی که براش در نظر گرفتیم رو خیلی خوب و راحت بتونه طی بکنه تا نتیجه زود رو بگیره. ما نمیخوایم زمانش هدر بره، چون پایه و اساس آموزش‌های من بر مبنای طراحی چشمی و سرعتی است. پیاده‌سازی طرح اولی برای تابلوها. توی من طراح شما یاد میگیرید که جسورانه قدم بردارید، خلاقانه فکر بکنید، هنرمندانه انتخاب سوژه بکنید و اثر خودتون رو ثبت بکنید. یعنی کسی که با این آموزش ها پیش بره دقیقاً اون امضای شخصی خودش رو کشف میکنه. یعنی اینکه من رضا رشیدی اگه یه کارم رو امضا نکنم، یه بیننده‌ای که اهل هنر هست و تشخیص میده میفهمه که این کار رضا رشیدیه یا این کار فلانیه. هنرجوهای من هم به این درجه خواهند رسید که برای خودشون رد قلمشون مشخص باشه، کاملا شخصی سازی میشه طراحی یاد گرفتنشون. 3 کانال عضو میشید من طراح مقدماتی که از پایه چجوری تمرین کنید، چقدر وقت بذارید، با چه ابزاری، چه تایمی، چجوری سوژه یابی بکنید، چه مدل تمرینی است که زودتر بتونه ذهنتون و دیدتون و دستتون رو با هم هماهنگ بکنه و کلا اصولی آکادمیک بتونید کار رو شروع بکنید و روی روال یادگیری طراحی بیفتید. کانال دوم من طراح حرفه‌ای است که توی این بخش مدل زنده کار کردن رو در بخش اول یاد گرفتید. اینجا به صورت سیاه قلم و تکنیک‌های دیگه طراحی مدل زنده رو میتونید کار بکنید، مخصوصا چهره، فیگور، طبیعت بیجان یا هر سوژه دیگه‌ای که جلوی چشمتون باشه رو میتونید اون رو طراحیش رو انجام بدید. کانال سومی هم عضو میشن هنرجوها به نام پاسخ به سوالات پرتکرار که ما اومدیم توی این چند سال گذشته بیشترین سوالاتی که تکراری هستن
ما اومدیم هم سوال و هم جوابش رو توی کانالی همه رو جمع‌بندی کردیم که هنرجویان جدیدی که به ما میپیوندن دیگه ذهنشون درگیر سوال‌ها نباشه و به یک باره به همه این سوال‌ها و پاسخ‌هاش دسترسی داشته باشن. هنرجوی جدید ممکنه به این سوال‌ها برسه، پس دوباره وقتش گرفته نشه و وقت ما هم همچنین. یعنی در واقع به یک منبع عظیمی از نکات کلیدی و مهمی که هر هنرجو در طول مسیر یادگیری ممکنه بهش برسه ما پاسخش رو جلوتر دادیم. این یک کانال جانبی هست، ولی اصل آموزش‌ها در کانال من طراح مقدماتی و من طراح حرفه‌ای است. ضمناً هم که خودتون میدونید 1 سال کامل ما براش پشتیبانی در نظر گرفتیم که تو این مسیر بتونیم دونه به دونه تمرین‌ها رو به کمک تیم پشتیبان با مدیریت خانم یگانه آلوستانی که همراه من بودن توی این چند سال گذشته بهترین پشتیبانی رو با حداکثر رضایت داشتیم در خدمت هنرجوامون باشیم. شما میتونید هر وقت هر سوالی داشته باشید توی دایرکت پیجمون رشیدی 7007 و همچنین به همین آیدی در تلگرامم در چت شخصی خودم سوال بکنید. توی پیج معمولا ادمین های عزیزمون پاسخ میدن، معمولا البته خودم هم چک میکنم گاهی، ولی ارتباط مستقیم با خودم برای هنرجوام در چت شخصی خودم در تلگرام است با همین آیدی رشیدی 7007. البته بعد از 1 سال پشتیبانی باز هم عزیزانی که دوست دارن پشتیبانیشون ادامه دار باشه با واریز مبلغی میتونن 1 سال دیگه یا 2 سال دیگه هم حتی تمدید بکنن، چون ما دورهایی که داریم هیچ وقت میدونید که بسته نمیشه و همیشه آپدیت سعی میکنیم که انجام بشه برای شما. به خاطر این میارزه که واقعا آموزش‌های مجازی 1 بار برای همیشه در ابتدای کار هزینه میکنید، ولی دیگه از آپدیت های در آینده از به اصطلاح پشتیبانی بهره مند میشید و به صورت ماهانه دیگه پرداختی ندارید. این از سوالاتی بود که راجع به دوره من طراح پرسیده بودید، گفتم بهتون پاسخ بدم. دوره مداد سفید، دوره بسیار بسیار جذاب، همتون میدونید که خیلی مورد استقبال قرار گرفته. اونم دلیلش این بوده که کسی نبود تا به حال این آموزش مداد سفید رو ارائه کنه. من اولین نفری بودم که حالا در ایران خودمون و حتی در کشورهای دیگه هم من سرچ کردم ندیدم کسی رو که دوره داشته باشه بابت تکنیک مداد سفید و این افتخار رو کسب کردم در خدمت هنرجوهای عزیز باشم. خب دوره مداد سفید ما من مبلغ 6 میلیون تومان رو براش در نظر گرفته بودیم، چون به خاطر اینکه اولین بار بود این دوره رونمایی میشد اومدیم با یه چیز در حدود 75%، اسمشو نمیذارم، تخفیف به خاطر رفاه حال هنرجویان عزیز که ورود کنن به این دوره اومدیم کاهش قیمت زدیم براش با مبلغ 1,500,000 زمان رونمایی. این مبلغ همچنان برقرار هست و تا شب همین عید 404 فقط ما با مبلغ زمان رونمایی که 1,500,000 هست ثبت نام شما رو انجام میدیم. از سال 1404 از روز اول فروردینش دیگه میشه برمیگرده در واقع به قیمت واقعی خودش که مبلغ 6 میلیون تومان است. و ضمناً میدونید که ما دوره من طراح رو 3 سال افزایش قیمت ندادیم، همچنان با همون قیمت 3 سال پیش دارید الان ثبت نام میکنید. پس اگه تا الان هنوز ثبت نامتون رو انجام ندادید، از مشاورین ما فرم دریافت کردید، شماره‌تون رو ثبت کردید، با شما تماس گرفتن، اطلاعات دوره رو در اختیارتون قرار دادن، ولی اقدام نکردید، تا شب عید فقط میتونید با همین قیمت 3 سال گذشته دوره من طراح رو ثبت نام بکنید. از سال 1404 ما قیمت ها به روز رسانی میشه، نه اینکه بگیم افزایش قیمت، نه. دلار رو میدونید دیگه 30 تومن بود، 40 تومن بود، الان 90 خورده، ولی ما همچنان 3 ساله که با همون قیمت 3 سال گذشته دوره من طراح رو داریم ثبت نام میکنیم. حالا خیلی هم که برای سفارش طراحی منو میشناسن از سالهای گذشته، اگه خاطرتون باشه به مدت 10 سال من پایه قیمت طراحی چهره‌مون نگه داشتم. دلار چقدر بود سال 89 تا 99 و کرونا، همچنان من با همون قیمت پایه طراحی چهره ثبت سفارش داشتم. قیمت‌های بالاتر هم بود ولی کسی حداقل قیمت رو می‌خواست بازم براش انجام میدادم. ولی دیگه به مدت 10 سال دیگه بیشتر از اون دیگه نتونستم دوام بیارم، چون به هر حال مجموعه‌مون داشت شکل می‌گرفت، کاربری آموزشی هم به پیج اضافه کرده بودیم و حالا اعضای مجموعه‌مون هم تعدادش داشت بیشتر میشد، هزینه‌ها میرفت بالا، خرج داشتیم، تامین ابزار و وسایل و
تیم تولید محتوا و بقیه داستان‌هایی که اونایی که میدونن پیجداری واقعا هزینه بر هست. با این حال تمام تلاشم رو کرده بودم که هنرجوهایی که داریم بتونن با کمترین هزینه بهترین کیفیت آموزش و مطالب رو در اختیار داشته باشن. خودتون میدونید من عاشق کارم هستم، عمرم جوونیم رو گذاشتم تو این کار. اول خودم لذت میبرم و دوست دارم شما هم سهیم باشید در این لذت از کارهای هنری. نمیگم هنرمند قدری هستم، نه، من هر روز به روز داره تمرین میکنم و هر روز دارم روی خودم کار میکنم. حتی از هنرجوام هم یاد میگیرم. تمام پیج هایی که توی ایران داره فعالیت میکنن دونه بدونه همتون رو رصد کردم، دارم کاراتون رو میبینم. درست فالوینگام صفره ولی دارم میبینمتون. و خیلی از همکارام حالا دارن زحمت میکشن. زحمت هیچ همکاری رو زیر سوال نمیبرم، ولی عزیزان شما برای پیشرفت در طراحی باید طراحی چشمیتون رو قوی بکنید. خیلی از آموزشگاه رو میبینم چون خودشون نمیتونن طراحی چشمی انجام بدن، میان رو میارن به کپی کاری و وسایلی که میتونن طرح اولیه رو پیاده سازی بکنن. بد نیست، تو کار بازار خوبه، ولی اون خلاقیت هنرجو یه چیز دیگه است. بذار خلاقیت هنرجو شکوفا بشه، ولی تو کار بازار بذار برن از وسایل کمکی برای پیاده سازی طرح اولیه استفاده کردن هم هیچ ایرادی نداره، جرم نیست. برای تسریع وقت و افزایش درآمد هنری خیلی هم عالیه و کیفیت کار میره بالا. چون اون سفارش دهنده همه که مثل داور جشنواره‌های بین‌المللی هنری نیستن که بخوان مو از ماست بکشن بگن نه این هنرش در نظر گرفته نشده، این خوبه این بده. نه، طرف حالا میخواد عکس نامزدشو میخواد سفارش بده، چه میدونم عکس مامانشو میخواد کادو بده، زیبایی کار ملاکه تا اون بخش هنری داستان. ولی خب ما سعی میکنیم همیشه هر دو بعد رو در نظر بگیریم، هم بحث بیزنسی هنر و هم بحث اون بعد هنری رو سعی میکنیم که به صورت خیلی چشمگیری اون دید هنری و اون ارزش هنری اون آثار سفارش ها حفظ باقی بمونه. نخواستم زیاد حرف بزنم، وقتتون رو نمیگیرم. خیلی هم تشکر میکنم که تا به اینجای ویدیو به حرفام گوش دادید. پیشا پیش هم سال نو رو بهتون تبریک میگم. انشالله سال جدید سالی پر از شادی و برکت باشه و انگیزه های قوی برای رشد هنری خودتون. با هنر سرگرم باشید، بهترین گزینه است.